غذای مورد علاقت رو میخوری و اینجوری که خب که چی، یا یه فیلم میبینی این شکلی که باز هم خب که چی، یا با دوستات میری بیرون و باز همین حس رو داری که خب که چی. انگار که دیگه از هیچ چیزی نمیتونی لذت ببری و شاید بری سراغ یک سری رفتارهایی که در گذشته ازشون لذت میبردی، به این امید که اونا بتونن این سرزندگی رو توت ایجاد کنن. آهنگایی که باعث میشده لذت ببری یا هیجان مثبتی رو تجربه کنی، غذایی که این حس رو بهت میداده یا حتی پرنی که این حس رو بهت میداده، ولی انگار هیچ کدومشون نمیتونن اون حس رو بهت برگردونن. انگار که یک حس دیسکانکت بودن با جهان وجود داره. انگار که یک عینکی بهت دادن و زدی و همه چیز رو داری سیاه و سفید میبینی. انگار یک سیاه‌چاله همیشه همراهته که تمام لذت‌ها رو میکشه تو خودش و نمیذاره تو حس خوبی رو تجربه کنی. مثلا حتی اون آهنگی هم که برات باحال بود اینجا دیگه رو مخ حساب میشه و ما اسم این شرایط رو آنهدونیا میذاریم. قرار نیست بگم ریشه کلمه آنهدونیا چیه یا تاریخچه‌اش چی بوده و اینجور کسچرا. مستقیم میریم سر اصل مطلب و اینکه چه موضوعاتی به دردت میخوره. اولین موردی که بهتر بدونی اینه که اکثرا تکی نیستش، یعنی خودش یک بیماری نیستش و در بیشتر مواقع همراه با یک بیماری دیگه میاد که اون بیماری معمولا یا افسردگی یا اسکیزوفرنی یا تراما تجربه کردنش. و اگر که با هر یک از اینها داری دست و پنجه نرم می‌کنی، احتمالاً باید اونو درمان کنی و نیازی نیستش که بیش از حد وسواس داشته باشی روی آنهدونیا. نکته بعدی که خیلی مهم هست درکش اینه که تمام تجربیاتتو باید بتونی درونی ببینی. یعنی چی؟ یعنی حتی اون دردهای فیزیکی رو هم محصل یک اتفاق بیرونی ندونی. بخوام یک مثالی بزنم، شما تصور کن داری یک بازی ویدیویی انجام میدی. اون بازی ویدیویی از یک سری کد تشکیل شده، ولی شما جلوی تلویزیون نمیشینی و اون کدها رو ببینی و بازی کنی. اون کدها به وسیله یک کامپایلری تفسیر میشن و چیزی که شما میبینی رو بهت نشون میدن و ما میتونیم درباره اتفاقات بیرونی و تجربه شما هم همین رو بگیم. یعنی اگه از دستت میخوره به یک کتلی داغ، یک کامپایلر در مغز شما چندین مرحله رو طی میکنه تا این پیام رو برسونه و به شما بفهمونه که این اتفاق خوشایندی نبوده. و نکته‌ای که درکش واجبه اینه که این کامپایلره یک مسیر ثابتی رو طی نمی‌کنه. یعنی این مدلی نیستش یک اتوبوسی باشه از محل کار تا خونه بره و بیاد و بیشتر باید این مدلی ببینیش که از محل کار تا خونه یک فاصله خیلی زیادیه و شما باید 4-5 تا اتوبوس سوار بشی تا بتونی به مقصد برسی و این کامپایلر هم تو مغز ما یه همچین حالتی داره و ما قراره ببینیم که آقا کدوم بخشش با ایراد مواجه شده که اجازه نمیده شخص لذت ببره از زندگیش. و اینم بگم یه مقدار آنهدونیا چالش سختیه اگر که داری باش دست و پنجه نرم می‌کنی و خیلی ساده نمیتونی از کنارش بگذری، به این دلیل که شما همزمان برای اینکه حس لذت رو تجربه کنی نیاز به تلاش بیشتری داری و از اون طرف برای اینکه بتونی بیشتر تلاش کنی نیاز به لذت بیشتری هم داری که انگیزه بده بهت. و وقتی که یکی از اینا قطع میشه خب اون یکی هم دائما کاهش پیدا میکنه. بذار اینطوری بهت بگم که تو فکر کن از شغلت اخراج میشی و به محض اخراج شدن هر فروشگاهی که میری قیمت تمامی اجناس 5 برابر شده. یعنی همزمان تو هم وضع مالیت بگاه رفته و هم قیمت ها بیشتر شده و از هر دو سمت داری کیر میخوری. و یک نکته دیگه که دوست دارم بگم اینه که دائمی نیستش و توی یک برهه‌ای میفته رو زندگیت و بهتره که بهش عادت نکنی. یعنی اگر که چیزی هست هنوز که اندک لذتی بهت میده بچسب بهش، پافشاری کن روش، چون اگر که عادت کنی به این داستان و دیگه برای لذت بردن هیچ تلاشی نکنی، زمانی که یک دوره از آنهدونیا تموم میشه توی زندگیت بعدش هم دیگه هیچ تلاشی نمی‌کنی و توی همون حالت میمونی. یه مقدار بریم سراغ سازوکار دوپامین و ازت میخوام هر کسچری درباره دوپامین میدونی رو بریزی دور، چون احتمالاً کسچر میدونی و چیز جالبی نمیدونی.
علل خصوص اگر شناختت از دوپامین در حد 4 تا ریزه که توی اینستاگرام دیدی، بهتره که بریزی دور همه رو و یک دیدگاه جدیدی پیدا کنی و بریم ببینیم که اون دیدگاه چی هستش. ازت میخوام این چرخه رو واسه جا بیفته که گام اولش لذت، گام بعدیش تمایل و گام آخرش behavioral reinforcement و ما مثلا بهش بگیم عمل کردن. خب اینو توی پیتزا خوردن بررسی کنیم. شما یک اسلایس پیتزا میخوری، لذت میبری، تمایل پیدا میکنی که اسلایس بعدی رو بخوری، اسلایس بعدی رو میخوری، لذت بیشتری میبری و لذت تقویت میشه، تمایل تقویت میشه و رفتار تقویت میشه. و خب وقتی که شما با آنهدونیا دست و پنجه نرم میکنی، همون لذت از بین میره، لذت که از بین بره تمایل از بین میره، تمایل که از بین بره عمل کردن هم از بین میره. و نکته‌ای که الان میخوام بگم احتمالاً اگه برسونمش و شما این نکته رو بگیری برد کردی واقعا. خب و تمام نکته هم همینه. پس میخوام که حداقل اینجاشو با دقت گوش کنی. اونم این که شما احتمالاً شناختتون از دوپامین این شکلیه که چیزها به خودی خود یک مقدار دوپامینی دارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا شبکه‌های اجتماعی به شما دوپامین میده، یا چه میدونم فست فود به شما دوپامین میده، سریال دیدن به شما دوپامین میده، پورن به شما دوپامین میده، ولی مثلا درس خوندن دوپامین کمی میده، چه میدونم کار کردن دوپامین کمی میده. و ازت میخوام کلی این ایده رو بندازی دور و بدونی که کسچره کاملا و اینکه فست فود به خودی خود دوپامین نداره و دوپامین از فست فود نمیره تو مغز شما، یا کار کردن به خودی خود دوپامین نداره، خودکار به خودی خود دوپامین نداره. و اگه یادتون باشه درباره کامپایلر صحبت کردم و الان قرار ببینیم که اون کامپایلر به چه شکل عمل میکنه و به چه شکل تصمیم میگیره که چه میزان دوپامینی رو به شما پاداش بده و میفهمید که تا حد زیادی اصلا ربطی به خود اون فعالیت نداره، بلکه بیشتر به این وابسته است که چه میزانی از مسیر رو نسبت به خط پایان طی کردی. و من میخوام به یک آزمایش اشاره کنم، ولی دقیقاً جزئیاتش یادم نیست، به من ایراد نگیرید و پیپرش رو میذارم تو دیسکریپشن. و خلاصه داستانش این بود که اومدن افراد رو توی چند دسته بهشون برگر دادن و توی 3 بعد زندگیشون اومدن بررسی کردن و اگر اشتباه نکنم اون 3 بعد یکیش کریر بود که حالا مثلا ما بگیم وضعیت شغلی بود، یکیش روابط بود و یکیش هم میزان فانی که تو زندگی داشتن و اینا رو هر کدوم از 1 تا 10 رتبه بندی کرده بودن. و خیلی جالبه افرادی که رتبه بالاتری توی این 3 تا بعد داشتن، زمانی که برگر می‌خوردن دوپامین بیشتری دریافت می‌کردن نسبت به افرادی که نمره‌شون در مجموع پایین‌تر بوده. و خب ما خیلی ساده میتونیم همینجا متوجه بشیم که اون برگر نیستش که دوپامین داره یا نداره یا کم داره یا زیاد داره، بلکه اینکه چقدر تا خط پایان مونده زیاد داره. و حالا خط پایان منظور ما چیه؟ منظورم خود مخرج. شما فکر کن 10 تا عامل توی زندگیت هست که میخوای توش عملکرد خوبی داشته باشی. حالا این 10 تا عامل چیه؟ میتونه روابط باشه، میتونه وضعیت مالی باشه، وضعیت فیزیکی باشه، سلامت روان باشه و حالا 10 تا رو شما فکر کن داری. و اگر که یک شخصی رو در نظر بگیریم توی همه این 10 تا رتبهش 9 از 10 باشه که میشه 90% و یک شخصی که رتبهش توی همه اینها 1 از 10 باشه که میشه 10%، به جفت اینا ما بیایم یه بستنی بدیم که مثلا جهت فان رو تقویت کنیم، یکیشون میشه 11% و یکیشون میشه 91%. و همینجا میتونیم بفهمیم که چرا یک شخصی از بستنی لذت میبره و یک شخصی نمیتونه از اون بستنی لذت ببره. و من اینجا یه پرانتز باز کنم که موضوع رو خارج از آنهدونیا بیایم بررسی کنیم. شما ببینیم ما با عادت هامون هم داریم همین کارو میکنیم، یعنی عملا با دست خودمون داریم کیر میزنیم به خودمون و به مغزمون میگیم که عادت های خوب کیری هستن و عادت های بد خوب هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا میخوای درس بخونی، میگی من تو 100 روز آینده میخوام روزی 10 ساعت بخونم و میای یه چارتی میزنی رو دیوار که آقا چه میدونم 10,000 تا مربع، هر یه ساعتی که خوندی یه تیک میزنی. خب مغز شما میبینه که آقا مثلا یه ساعت خوندی 1 از 10,000 رو رفتی، میگه زنتو گاییدن کسکش، من بیام این همه مسیر رو طی کنم. و از اون طرف تو مثلا میخوای بری تو اینستاگرام کس چرخ بزنی، نمیای یه چارت بذاری که آقا من میخوام هر روز 4 ساعت از وقتمو تو اینستاگرام به کس گاو بزنم و اینجا چارتشو میکشم این 10 روز آینده روزی 4 ساعت 40 تا مربع و هر یه ساعتی که رفتم یه تیک میزنم. خب یعنی شما فقط میگی که اوکی من برم تو اینستاگرام حالا یه کاری میکنیم دیگه. و خب فرقش هم اینه شما اصلا 1 ساعت کتابو میخونی، مسیر 1 از 10,000 دوپامین واریز میشه و ببین چند درصدشه
و از اون طرف توی اینستاگرام تو میری چرخ میزنی 100% پاداش همون لحظه واریز میشه، چون که احتمالاً یک دیدگاه بلند مدتی براش نذاشتی. و بگذریم بریم سراغ خود آنهدونیا و روش کنار اومدن باهاش چیه. حالا شما میگی که آقا تو همه ابعاد زندگیت کیریه و مخرج 100 و تو هم کیفیت 10% داری. ببین بازم دو تا حالت داریم دیگه، یعنی یا اینکه شما باید مثلا این 10% رو برسونی به 90%، یا اینکه این مخرج رو کاهش بدی. چه شکلی این مخرج رو کاهش بدی خیلی جالبه. در کل من این ایده هایی که هم چند هزار سال پیش فلسفه‌های مختلف تاییدشون میکنن، هم نوروساینس امروز تاییدش میکنه و عوامل دیگه دوستشون دارن. خب و یکی از اونها این هستش که بیایم مخرج رو کم کنیم. یعنی مثلا بودایی‌ها میگن که به جای اینکه دنبال این باشی با بیشتر داشتن لذت ببری، با کمتر خواستن لذت ببر. و البته شاید بگی که آقا مثلا جاه طلبی چی میشه فلان بیسار، این مثلا طرز فکر فقراست و باید بهت بگم که خفه شو، یه مدت اینو انجام بده و بعدش که حالا افتادی رو دور و تونستی مثل آدم زندگی کنی برو سراغ جاه طلبی. یا مثلا توی رواقی ها هم اینو داریم که سنکا میگه هر روز رو به عنوان یک زندگی کامل ببین. و خیلی جالبه دیگه، شما عملا وقتی که صبح از خواب بیدار میشی به جای اینکه به این فکر کنی 40 سال دیگه کجایی، 10 سال دیگه کجایی هستن، یا اصلا تا پایان همین سال قراره چه غلطی بکنی و مخرج رو میای از چند سال میرسونی به پایان همین امروز، قطعا لذت بردنت از زندگی خیلی بیشتر میشه. و یک چیز جالبی رو هم اگر دقت کرده باشید، آدمایی که زیاد مینالن و اطرافتون ببینید یا اگر خودتونید، همیشه دید بلند مدت دارن. یعنی میگن که من تا آخر عمرم قراره سگدو بزنم به هیچ جا نرسم، من تا آخر عمرم تنها میمونم. و خیلی جالبه. و زمانی که شما اینو بتونید بیخیالش بشید و تمرکزتون رو بذارید صرفا روی گام بعدی، خیلی کیفیت زندگیتون تغییر میکنه. به عنوان مثال تصور کنید شما دانشجویید و صبح از خواب بیدار میشید، حال ندارید از تخت بیاید بیرون. یه حالتش اینه که شما میگید که آقا من باید 2 سال دیگه درس بخونم، روزی فلان قدر کونم پاره بشه تا بتونم یه گوهی بشم که تازه به احتمال زیاد هم هیچ گوهی نمیتونم بخورم. خب یه حالتشه که تو داری کجا رو اصلا میبینی. یه حالتش اینه که بگی آقا من بیدار شدم و الان تنها کاری که باید بکنم اینه که برم صورتمو بشورم. و حالا تو کدوم حالتش وقتی که شما بیدار میشی و صورتت رو میشوری دوپامین بیشتری دریافت میکنه؟ تو حالت که تو 2 سال آینده هم دیدی و شستن صورتت حتی 1% اون پروسه هم نمیشه، یا حالتی که تنها هدفت اینه که صورتت رو بشوری و شستن صورتت 100% پروژه حساب میشه. و امیدوارم که مفهوم به خوبی رسونده باشمش. حس میکنم خوب توضیح دادم، یعنی اگر متوجه نشدی حالا یا دوباره ببین، یعنی دوباره گوش کن، و اگر بازم متوجه نشدی احتمالا خودت کسخلی دیگه. بخوایم جمعش کنیم، من پیپرها رو توی دیسکریپشن قرار میدم و منابع رو دیگه. اگه که خیلی بیکاری، کار و زندگی نداری، میتونی بقیه اپیزودا رو ببینی. اپیزودهای قبلی 2 تا اپیزود هستش دیگه قبلی، میتونی اونا رو ببینی. و اگر که حال کردی جالب بود، میتونی با دوستاتم به اشتراک بذاری.